الحميد. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. آیات قبلی الله متعال یک سلسله احکاماتی که مربوط ظلم زنا می شد یا یتیما می شد الله متعال بیان کرد، و بعد از الله متعال در مورد بیان احکام چند امور یادآوری شد. یکی است که بالای بیان احکام برای هدایت بشریت بوده. الله متعال احکام خدا بیان میکنه که بشر بتانه در اون مقام و منزلتی که الله برش تعیین کرده خدا برسانه. معلوم شد که انسانیت وقتی تکمیل میشه که عمل به احکام الله متعال صورت بگیره. اگر عمل به احکام الله صورت نگیره، کدام مرتبه که الله برای بشریت تعیین کرده انسان واقعی میشه رسیده نمیتونه. دوم موضوع را برای ما یادآور شد که برنامه های فعلی نیست، بلکه در امت های سابقه هم موجود بوده. سوم است الله متعال میگه که این سبب رحمت الله و رجوع رحمت الله است، چرا که مردم در انواع ظلم ها مبتلا بودن. الله قوانین روان کرد که به سبب عملی کردن این قوانین از اینمی ظلم و از اینمی تجاوز یا نجات پیدا میکنه. بعد از الله متعال بیان کرد که اصل اراده الله متعال فایده خودتان است، اما در مقابل دشمنا پیدا میشه که شما را از این راه صاف و پاک دیگه طرف بگردانه، شما را بندگان هوا و هوس و شهوت بگردانه. پس از الله متعال تخفیفات ذکر میکنه و پس از عوارضی که برای انسان در راه زندگی موجود است و ضعف انسان، چی از نگاه جسم، چی از نگاه علم، چی از نگاه عقل، چی از نگاه مقابله با شهوات. الله متعال انسان طوری پیدا کرده که دارنده بسیار ضعف هاست، لیکن همین انسان که قدر ضعف داره باز میبینی که در یک ناحیه یک چیزی در دستش پیدا میشه، باز آسمان سعی میکنه خود فراموش میکنه. مثل که حالی یک تعداد مردم اگر چیزی مال پیدا کرد، باز میبینی که تو میگی فقط نعوذ بالله زمین و آسمان ای پیدا کرده. اگر کسی کمی علم حاصل کرده او اینم قسم میباشه، اگر کسی قدرت حاصل کرده او هم می رقم میباشه، در حالی که انسان ناقص است از هر نگاه. اگر یک بعد یا یک جهت انسان کامل شود، بعدا و جهت‌های دیگهش ضعف وجود داره. از او خاطر الله متعال تخفیف در احکام خود آورده. البته تخفیف‌ها باز چند قسم است: تخفیف تبدیل و تخفیف نسخ، تخفیف تغییر و تخفیف صفت و تخفیف ذات و قسم تخفیف‌ها را الله متعال در احکام خود برای بندگان خود آورده از جهت لحاظ ضعف انسانی. پس از الله متعال دو چیزی عمده را منع قرار داد و بندگان خدا منع کرد که دیگه تعرض نکنه. حفاظت مال باید شود و حفاظت نفس شود. در دین مقدس اسلام 5 چیز که قوام زندگی یا ستون زندگی است، حفاظتش الله متعال کرده. جزاهای سنگین در مقابل تعرض و 5 چیز مقرر کرده: حفاظت نفس، حفاظت مال، حفاظت آبرو، حفاظت دین و حفاظت عقل. برای زندگی انسانی 5 چیز خیلی ضروری است. عقل بر انسان ضروری است، مال بر انسان ضروری است، نفسش خود انسان برش ضروری است، آبرو و عزت یا حریم که ما شما همسر برش میگیم این ضروری است و آبروی خودش هم ضروری است، و همچنان دین برش ضروری است. اگر این 5 چیز نباشه راستی هم ستون زندگی چپه شده، زندگی قوام نداره. الله متعال در مقابل تعرض 5 چیز جزاهای سنگین خود مقرر کرده. دو چیزی که خیلی عمده بود در اینجا مسئله مال و جان، و در حقیقت اشاره به این موضوع بود که به نزد دین مقدس اسلام مال عیناً حیثیت جان داره، بلکه از جان که اول الله متعال منع مال قرار داده. چرا؟ تعرض به مال مردم زود آسان صورت میگیره و تعرض به جان مردم زود آسان صورت نمیگیره، از او خاطر او را پسانتر ذکر کرد. پس از الله متعال میفرماید و من یفعل ذلک، کسی که این کارا را میکنه یعنی ارتکاب منهیات الله میشه. مفسرین کرام دو نظر داره که ذالک اشاره به دو چیز اخیری است که که باید نخوره مال مردم به تجاوز به ناحق و همچنان تعرض به نفسای کسی نشوه یا به نفس خود نکنه. دینمی اشاره است. و بعضی مفسرین میگه که نه،
ذالک اسم اشاره برای تمام احکامی که الله منع کرده بود، انواع ظلم هایی که در مقابل ایتام، در مقابل زنا قرار داشت، و همچنان خوردن مال کسی و همچنان یا مال خود بر راه باطل و همچنان تعرض بالای نفس کسی، کلی از یار شامل میشه. الله متعال میفرماید کسی که کار انجام داد عدوانا و ظلما، در عدوان قصد ضروری است که مراد تجاوز بالای حق دیگر است، اما در ظلم ایره میگه که تو قصد نکرده که تجاوز بالای غیر بکنی، امی عمل خودت ناشایسته و نادرست است. مثلا یک آدم قاتل پدر خود قتل میکنه، تجاوز بالای دیگه کس است، لیکن ظلم شمرده نمیشه به خاطری که فعل ازی درست است، انتقام پدر خود گرفته. بسا اوقات ظلم میباشه عدوان نمیباشه، مثلا یک کسی شراب میخوره عمل کردی از این نادرست است، اما تجاوز بر دیگران نیست. از او خاطر الله متعال میفرماید اگر این گناه ها مرتکب میشه کسی از روی قصد و از روی ظلم، که یا است که در حق دیگران تجاوز باشه و یا است که عمل در نفس و ذات خود نادرست و نامشروع باشه، فسوف نسلیه نارا، زود است که این را داخل کنیم در آتش جهنم. پس یک انسانی که خارج است، یعنی بدون خطا و نسیان در حالت قصد اینمی کارا و امی احکام الله متعال نادیده میگیره، هیچ التفات برش نمیکنه، بلکه به باد مسخره میگیره، اینطور آدم واقعا مسلمان شمرده نمیشه. الله متعال میفرماید ما داخل میکنیم شه در آتش جهنم. و کان ذلک علی الله یسیرا، کسی طور فکر نکنه. چرا این گپ به خاطر میگه کسایی که ظالم بودن بالای زنا یا بالای مردم دیگه خدا یک کمی قدرتمند و زورمند فکر میکنه، مثل که در دنیا در بعضی اوقات مورد محاکمه قرار گرفته نمیشه بنابر اونمو حفاظت حکومتداری و این گپا که برش قرار داره، فکر میکنه در آخرت هم میطور است. الله متعال میفرماید اونجا اینطور نیست. این داخل کردن در آتش بالای الله متعال خیلی آسانه است، چرا که در مقابل قدرت الله هیچ نوع قدرت باز وجود نداره. این دنیا نیست که کسی خود یا به فرار یا به پشتیبانه پیدا کردن قدرت خود از یک جنایت خود نجات بده و اونمو نتیجه جنایت خود نچشه. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما خود نگاه میکنی کبائر از گناه های بزرگ، ما او گناه ها تنهون که منع کرده شده شما عنه از او گناه، نکفر عنکم سیئاتکم ما دور میکنیم از شما سیئاتکم گناه های خرد شما را، و ندخلکم مدخلا کریما ما شما را داخل میکنیم در یک جایی که خیلی عزتمند است، یعنی منافع خیلی زیاد داره که او جنت الله متعال است. این آیت ترغیب دادن به ایست که انسان زیاد تلاش بکنه که مرتکب گناه کبیره نشوه، چرا که گناه کبیره دو ضرر داره، یک ضرر خود گناه است، اما ضرر دیگه ایست که در صورتی که گناه کبیره موجود باشه صغیره هم محو نمیشه. از او خاطر از گناه کبیره اجتناب خیلی ضروری است. مفسرین در اینجا دو نظر داره، یک تعداد قائل به ایست که بله کفاره گناه صغیره یا تکفیر صغیره، دور کردن گناه صغیره موقوف به ایست که انسان مرتکب گناه کبیره نشده باشه. ظاهر آیت قرآن کریم هم امیر ارائه میکنه، یعنی گناه کبیره دو مصیبت داره، یک مصیبت خود گناه است، یک مصیبت ایست که دیگه اعمال انسان انجام میده، گناه های صغیره توسط و اعمال نیک از بین میره در صورتی که تو مرتکب گناه کبیره نشده باشی. اگر مرتکب گناه کبیره شده بودی باز دیگه امی اعمال نیکت گناه صغیرت هم از بین نمیبره. اما این قول مرجوح است، راجح است که اجتناب از گناه کبیره اگر کسی نداشته باشه هم اعمال نیک انسانی صغایر الله متعال دور می سازه توسط ازی. چرا الله در اینجا معلق ساخت؟ این به خاطر ترغیب است، یعنی انسان الله متعال ترغیب میده که تو باید بدانی که گناه کبیره اگر تو نمی کنی دو چیز اینجا، یکی زائل کردن گناه کبیره است و یکی داخل شدن در مقام و منزلت معزز است. یعنی اگر گناه کبیره نشوه با وصفی که اعمال نیک انسان گناه صغیره را از بین میبره، اما این لازم نیست که تو را در جای عزتمند داخل بسازه. اگر گناه کبیره را نکنی در جای عزتمندم تو را داخل میسازه. او بعضی میگه تعلیق به شرط این تقاضا را نمیکنه که اگر همین شرط موجود نبود مشروط موجود شده نمیتونه، بلکه مشروط بدون همین تعلیق شرط هم موجود است. خو این تعلیق به خاطر ترغیب است که مردم از گناه کبیره خود نگاه بکنه. از همون خاطر مفسرین توجیهات مختلف در اینجا ذکر میکنه. بعضی میگه که مراد از کبائر
کفر و شرک است با تمام اقسام آن. در اون صورت اگر کسی مرتکب کفر و شرک میشه، باز اعمال نیکش حتی گناه صغیره را چی میکنه که هیچ چیز هم فایده نداره بجز از دنیایش، که در دنیایش چیزی بدل برش داده میشه، خیر و خلاص دیگه هیچ چیز نمیشه. در این صورت باز مراد از کبایر تنها شرک و کفر است، نعوذ بالله، که در اون صورت انسان مکمل کافر میشه و جنت سرش حرام میشه. این توجیهات مفسرین کرده. خود در اینجا گپ در این آمد که اشاره به این شد که گناه ها دو قسم است. در دیگر جاهای قرآن کریم هم گناه کبیره و در مقابلش لمم قرار داره که گناه صغیره است. خود کبیره و صغیره به لفظ صریحش هم در قرآن کریم آمده. معلوم میشه که گناه ها دو قسم است، یکی گناه های کبیره است، یکی صغیره. گناه های کبیره پیغمبر علیه السلام در یک حدیث 7 گناه را موبقات که هلاک کننده است، قتل نفس است، شرک به امرای الله متعال است و دیگه تهمت زدن به دامن پاک یک زن عفیف و پاک دامن است، زنا کردن است، دزدی کردن است، نعوذ بالله، دیگه قسم غموس است. در مختلف احادیث قسم حقوق والدین ذکر شده و همچنان خیانت در مال غنیمت، همچنان پدر و مادر نعوذ بالله دشنام دادن یا در احادیث ذکر شده. بلکه وقتی از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سوال شد که گناه کبیره چقدر است، ابن عباس رضی الله عنه میگه که او گفت که در حدیث خب 7 گناه ذکر شده کبیره. ابن عباس رضی الله عنه میگه که نه، از 7 تا 70 نزدیک است. در یک روایت میگه که در 700 گناه کبیره نزدیک است، یعنی اینقدر گناه کبیره وجود داره. اما ابن عباس رضی الله عنه باز گفت که چیست، اگر کسی توبه میکنه، یعنی اگر کسی توبه بکنه گناه کبیره باقی نمیمانه، اما در صورت که اصرار و مداومت موجود باشه گناه صغیره باقی نمیمانه. منظور ابن عباس رضی الله عنهما است که گناه های کبیره خیلی زیاد است، اما بنده مؤمنی که توبه از گناه کبیره میکنه دیگه او گناه کبیره باقی نمیمانه. اما کسی که گناه صغیره را ادامه میده او دیگه صغیره باقی نمیمانه، در حد کبیره میرسه. در این مورد انسان باید خیلی توجه بکنه که بعضی اعمالی که در نظر مردم بسیار آسان معلوم میشه، مثل کلکدن ریش، برای مردم چون که اصرار سرش میکنه، دوام سرش میکنه، یک مرتبه نیست، این خود کبیره جور میشه، ولو که اگر این صغیره هم باشه، اگرچه در اصل حقیقت این صغیره نیست. چرا؟ احادیث صریح در مقابل از این آمده که امر شده که گذاشته شود و مخالفت مشرکین شود. از همین خاطر علما اکثریتش قائل به است که ضروری است که ریش مانده شود. این از جمله سنن یا مستحب نگرفته، بلکه از جمله واجبات و فرایض ذکر میکنه. تنها یگانه چیزی که در اینجا تخفیف وجود داره وعید در مقابلش ذکر نشده، که الله متعال صراحتا یا پیغمبر علیه السلام صراحتا وعید در مقابل ریش ذکر کرده باشه. اما در جمله صفاتای حلیه انبیاء علیهم السلام و بزرگای دین و عملکرد پیغمبر علیه السلام و صحابه کرام کلش ریش همیشه باقی مانده. البته این را به طور مثال ذکر میکنم که این گناه صغیره است. وقتی انسان دوام میده گناه کبیره میشه. انسان باید از گناه کبیره خودداری بکنه. از این معلوم شد که گناه ها دو قسم است و زمانی که انسان از گناه کبیره خود نگاه میکنه، الله متعال صغایر توسط اعمال نیک از بین میبره. در حدیث میآید که یک نماز تا نماز دیگره، جمعه تا جمعه دیگره، رمضان تا رمضان دیگره کفاره است برای او گناهانی که در بین واقع شده باشه. واقعا الله متعال چقدر بالای بنده خود رحم میکنه. کدام اوقاتی که در بین دو عبادت قرار داره اگر گناه از انسان میشه الله متعال او را معاف میکنه. یک آدم، یک صحابی آمد بسیار ور خطا بود، پیغمبر علیه السلام گفت که من مرتکب گناه شدم. گفت چی کار کردی؟ گفت نعوذ بالله یک زن دست انداختم، بدون از اینکه کدام عمل غلطی دیگر انجام داده باشه. اما صحابه کرام زود در حال خود آگاه می شدند، بسیار پشیمان می شدند. پیغمبر علیه السلام گفت که آیا نماز نخوانده ای؟ گفت بله. گفت این نماز او گناه را از بین میبره. اصل حقیقت است که نماز از او مشتمل به توبه بود، نماز از او نماز بود، یقینا متوجه به الله میشد، اظهار عاجزی میکرد، ندامت و پشیمانی میکرد. چرا؟ در نماز همیشه انسان طلب محو گناه خود داره
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه خودش یک دعای جامع است برای محو کردن گناه. پس معلوم شد که توسط اعمال نیک گناه های صغیره انسان از بین میره. منظور است که الله متعال در اینجا ترغیب میده که نمی احکامی که قبلا تیر شد، ظلم در مقابل زنا و ظلم در مقابل یتیما، این کلش در جمله گناه های کبیره است. اگر این کارا صورت میگیره، این گناه کبیره یکی خاصیت های گناه است که دیگه گناه را جذب کرده را است. اگر انسان قدم در یک گناه میگذاره، با سعی میکنی که گناه دیگه در پالوش پیدا میشه. مثل که عمل نیک وقتی اقدام به عمل نیک میکنی، در پالوش عمل نیک دیگه هم جلب و جذب میشه. انسان در هر محیطی که پای خودم میمانه، امو صفت محیط برش ثابت میشه. محیط سالم و پاک بود، در طرف پاکی میروی، قدم دیگه هم پیش میره. اگر نعوذ بالله ملوث بود، باز میبینی که دیگه هم ملوث شده میروی. یک آدم اگر نعوذ بالله از اینجا بر ما واضح میشه که هر قدر محیط گنده باشه، امو قدر انسان در کارهای حرام مبتلا شده میروه. اگر نیکی محیط صاف باشه، پاک باشه، انسان خود نگاه میکنه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم، شما آرزو نکنی آن چیزی را که برتری داد الله متعال به او چیز، بعضکم بعضی از شما را علی بعض بالای بعضی دیگرها. بعضی برتری ها را الله متعال به طریق فطرتن داده بر یک تعداد بالای تعداد دیگه. این در بین ذکور هم است و در بین مذکر و مؤنث، در بین دو جنس هم است، در بین یک جنس هم وجود داره. در بین مردا کسانی هستند که استعداد قوی داره، یا مال زیاد داره، یا جمال خوب داره، قوت داره، یا علم زیاد داره. همین قسم در بین زنا و در بین هر دو جنس هم همین تفاوت ها وجود داره. قبلا ما گفته بودیم که تفاوت ها در وجود انسان ها برای تکمیل زندگی است. اگر این تفاوت موجود نباشه، زندگی پیش نمیره. امروز شما وقت حرکت میکرده، هیچ نوع تکلیف به خود را نداده، فقط در سرک برآمده و بر در پا داده. در پا خیلی ناچیز چیز است. یک موتر بزرگ تیار عیار موتروان دریور مکمل تو را در محل مقصد رسانید. الله متعال محبت موتروانی یا موترداری را در ذهن از او مانده بود. اگر تو تنها عالی با پیاده روان میشدی، در 2 ساعت در این محل ترجمه آمده نمیتونستی. الله تفاوت هایی که در استعدادهای انسان پیدا کرده، یا کسی را مال میده، کسی را علم، کسی را قوت، یا اینمی تفاوت ها را میده، این به خاطر است که دنیا چرخش در جریان باشه. اما اصل کرامت و عزت به این تفاوت ها نیست. اصل کرامت و عزت به تقوا و به عبادت الله متعال است. هر انسانی که در عبادت الله مقدم شود، به الله نزدیک میشه. معیار حصول جنت و رضامندی الله به اینمی تفاوت ها نیست، بلکه به عملکرد کسبی و اختیاری انسان است که انسان به کسب اختیاری خود به الله نزدیک بکنه. الله متعال در اینجا یک درس عظیم به ما میده. آن چیزی که قابل حصول نیست، نمیتونه انسان حاصل بکنه، او را آرزو کردن درست نیست. چرا؟ اگر آرزویش میکنی، منظوری تیسته که اینمی حالت از او گرفته شوه، به ما داده شوه. از یک طرف اعتراض به تقدیر الله داری که الله فیصله خوب نکرده، از طرف دیگه خود مستحق همی عمل میدانی، یعنی نعوذ بالله نسبت ظلم به الله میکنی که الله مرا نادیده گرفته. از همون خاطر اموری که حصولش ممکن نباشه و او امر فطری باشه، انسان تمنا و آرزوی از او را نکنه. زن هیچ وقت نگوید که من مرد باشم. یک آدم فقیر که او مال نداره، هیچ وقت نگوید که چرا مال برای من الله نداده. شده میتونست که مال سبب گمراهی تو داده میشد. انسان در کدام موقعیتی که قرار داده الله متعال، به مو تو اکتفا بکن. کسی را علم زیاد داده، کسی را قوت زیاد داده، کسی را مال زیاد داده، کسی را مذکر جور کرده. در این موارد یکی دیگه اینطوری تمناها بیفایده هم است، بی مفهوم هم است. چرا؟ حالی یک آدم خب الله زیبایی داده، تو بگویی زیبایی از ماست، تا بگار تمنا بکو بری تو حاصل نمیشه. اما آتش حسد در قلب تو مشتعل شده میرود، در مقابل از تو تحریک شده میروی، تا ای که بس اوقات منجر به بسیار گناه ها میشه. از همون خاطر اولین گناهی که در آسمان ها صورت گرفت، منبع و منشش حسد بود. ابلیس لعین سجده برای با فرمان الله متعال با آدم علیه السلام نکرد، منشش حسد بود، کلان تراشی و تکبر بود. تکبر از حسد پیدا شده بود. و در زمین هم که اولین گناه شده از روی حسد شده که قابیل حابیل به قتل رسانیده، ای از روی حسد شده. انسان باید در مقابل کدام نعمتی که الله برای کسی داده حسد نکنه، بله
آرزوی درخواستی یک امری که ممکن باشه از الله بخواه که پشت سر بر ما میگه واسأل الله من فضله، از احسان الله آدم ناامید نباشه، سوال بکنه، اما آن چیزی که ممکن است، آن چیزی که به دست میاد، چیزی که به دست نمیاد، این تمناها نباشه. و سلمه رضی الله عنها تمنای مرد شدن نکرده بود. به خاطر چی؟ به خاطر از اینه که مرد سالاری میکنه و قدرت و قوت داره، بلکه به خاطر گفت شرکت در جهاد. چرا مردا گفت در جهاد شریک میشه، ما زنا محروم هستیم، همیشه در جهاد رفته نمیتونیم. اگرچه در بعض جهاد زنا هم شرکت کرده، برای تداوی زخمیا، برای بردن آب، برای تیار کردن آذوقه و خوراکه شرکت کردن. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام برش گفت که نه، این تمنا را نکن. زن اگر حق الله را ادا بکنه و اطاعت شوهر خود بکنه و حفاظت نفس خود بکنه و 5 وقت نماز خود بخونه، روزی خود بگیره، دیگه الله متعال به این زن که اطاعت شوهر خود کرده، تربیه اولاد خود به وجه درست کرده، برش گفته میشه که ادخل الجنه، در جنت داخل شو از هر راهی که تو خواهش داری. الله اکبر. ببینه الله متعالی طور نیست که اگر کسی یک عمل انجام داده میتونه، دیگه کس نمیتونه، او بیخی محروم است. الله متعال در عوض او عمل دیگر برش چی کرده؟ بالاتر قرار داده. آلی مادر را ببینه که حتی خدمت مادر چقدر است. جنت در زیر پای کی است؟ مادر است. ببینی الله چی مقام و منزلت برشان داده. ازواج مطهرات یک مرتبه به پیغمبر علیه السلام آرزوی جهاد کرد. پیغمبر علیه السلام گفت که حج شما جهاد است، یعنی وقتی فریضه الله را به وجه درستش انجام میده، اینمی در حق شما جهاد است. ما میگیم نه، مادرها اگر تربیه اولاد خدا مطابق شریعت، آن چیزی که مسئولیتشان است و واجب است، به وجه درست بکنه، ما میگم هیچ عمل برابری نمیتونه با امرای امی تربیه. هیچ عمل، نه جهاد، نه نماز، نه هیچ کدامش. وقتی به شرطی که امی مادر و امی دختر بدانه که الله متعال چی مقام و منزلت برای از این نصیب کرده. این دخترها خواهرای ما که امروز در بازارا میبره به نام حقوق زن که الله پایمال است، در حقیقت خود نشناخته، یا نعوذ بالله خود عرضه بازار میکنه، حالان که نه، تو را الله مادر مقرر کرده اولادی تربیه بکو که سالا خدمتی تو را بکنه، او تو را اولاد تربیه بکو. در سایه اسلام اولادی تربیه بکو. تربیه اولادی بهترین است. چرا؟ تربیه اولاد چرا گفتم که بهترین است؟ اگر بچه متدین است، نماز خوب میخواند، تربیه مادرش است. اگر این شایق جهاد است و فداکاری بر اسلام میده، این درس مادر است که در بغل خود امی درس برش داده. اگر هر عملی نیک انجام میده، این انگیزش از مادر گرفته. پس مادر و پدر در تمام اعمال نیک اولاد خود کمل شریک هستند. از همون خاطر در حدیث میاد که اولاد از کسب کیست؟ از کسب خودی پدر و مادر است. یعنی مثل که پدر و مادر خود یک عمل انجام میده، اگر نیک باشه ثواب برش میرسه، اگر بد باشه عذاب. اینمی قسم اولادشان از کسب خودشان است. اگر اولاد درست تربیت کرده بودی، عمل نیک انجام میده، در کل ثوابش میرسه. در یک حدیث میاد که در روز قیامت پدر و مادر اینطور نعمتها برش میاد، حیران میمانه، از الله سوال میکنه که یا الله این از کجا بر ما حاصل است؟ گفت او از اولادت اینی کار انجام داده، شما در عمل از او شریک بوده. اینمی قسم اگر اولاد غلط تربیت کرده بود، نعوذ بالله، سازه میگرفت، تیره میرقصانید، آخرام چی شد؟ سازنده. حالی دیگه تمام گناهایی که میشه پدر و مادر هم قطع شریک است. معلوم شد که پدر و مادر کدام حیثیت در تربیه اولاد داره، این خیلی بلند و بالاست. چقدر درس عظیم است که ما آن چیزی که از روی فطرت تقسیمات شده و حصولش ممکن نیست، خود در او خوار نکنیم و نه تمنا بکنیم. آلی سر مردار الله علیده صفت ها داده در وجودش، زنار علیده صفت ها داده. صفتای مرد همیشه نبوت و رسالت الله برای مردا داده، به زنها نداده. یا تمنا نکنه چرا ما پیغمبر شده نمیتونیم. چرا؟ پیغمبری وجود شجاعتمند کار داره، در معرض حمله مردم قرار میگیره، در مجمعه ها میره، سفرها میکنه، هجرت ها میکنه، در آتش ها انداخته میشه، این سختی ها را تحمل میکنه. تو همی برداشت نداری. همین قسم نبوت و امامت و ولایت این برای مردا اختصاص داده شده. چرا؟ اوصاف را الله در وجود ازواج گذاشته که وا اهلیت و لیاقت اینمی را داره. به زنا الله صفتهای دیگری را داده و توسط همون صفتها الله متعال برای ازیا مقام دیگری را برش نصیب کرده. امی پیغمبر اولاد امی مادر است، امی ولی
و کسی که ولایت میکنه والی جور شده، سرپرست مردم جور شده، امی امیر و امی امامت که امام جور شده، این اولاد امی مادر است، یعنی به می مادر تعلق میگیره. از او خاطر زن اینطور فکر نکنه که ما صفتای ما موافق صفتای مرد نیستم، ما در درجه پایین قرار دارم. در درجه پایین قرار نداری. گپ ایست که تو واقعا مسئولیتی ادا کرده باشی.